میخوام یه نمونه منحصر به فرد از جوم کرمون بهتون معرفی کنم. در واقع جوم رو در قدیم به هم هدیه میدادن. زرتشتی‌های کرمون یا افراد قدیمی می اومدن طبق حالا اون سنتایی که داشتن به هم هدیه میدادن، یا به یاد درگذشتگان متنی رو می نوشتن و به هم دیگه میگفتن، به هم دیگه هدیه میدادن. یکی از ظروف منحصر به فردی که ما امروزه اینجا داریم و اسم جوم کرمون اینه که یک دختری در تاریخ 1238 قمر یزگردی فوت شده. خانواده این دختر به جهت اینکه خیلی دوستش داشتن و براشون عزیز بوده اومدن براش یه متنی روی نوشتن و یک شعری که ما هر وقتی شعری که میخونم اصلا مو تن خودم سیخ میشه، مو دستم سیخ میشه. و این حالا توضیحش رو تو میدم. این دختر اسمش همایون بوده، زرتشتی کرمونی ایرانی بوده و شعرش اینه، یعنی متنش از اول اینه: تاریخ وفات جنت مکانه همایون بنت مرحوم سیاوخش در یوم سپندار مزد بهمن ماه قدیم یزگردی، هر کس خدا بیامرزی بدهد 70 پشت اوشان هم آمرزیده بود. حالا شعرش چیه؟ این شعری که فقط برای اون دختری که در گذشته در جوانی فوت شده و کامی از دنیا ندیده براش یه شعر گفتن. برای من شمایی که امروزه اینجا ایستادیم گفته این شعر رو در 200 سال 150 60 سال پیش نوشته: سیاوخش ابن اورمزیار خدا بیامرزاد همایون بنت سیاوخش چون به عهد شباب از جهان شد برون، ز بخت و جوانیش کامی ندید نه از شربت ذوق جامی کشید، بر این جام بر نام او شد نشان که یادش نمایند ساغر کشان. که هر کس در این ظرف ساغری بنوشه، پیکی بنوشه، آبی بخوره، شربتی، باده‌ای و یا هر کاری که انجام میده به یاد اون دختریه که در سال 1238 فوت شده. نوشته اینجا عمل بهرام شهریار بهرام کرمانی 1238 یزگردیه. پس استادکار سازنده اینم زرتشتی بوده. بله، این استادکار زرتشتی بوده. بعضیشون مسلمان، بعضی زرتشتی. متاسفانه اینا بیش از 150 سال از بین رفت و منسوخ شد. و حالا باید خیلی مراقبشون باشیم که زمین نخوره. اینا بخورن زمین میشکنه. حالا یه سوالی که من دارم، شما از طریق دوستان زرتشتی پیگیری نکردید که این خانم احیانا کی بوده، این خانواده کی بوده، نتونستید در بیارید؟ ببینید یه خورده موشکافیشون سخته. اگر آدم پیگیر بشه میشه تا حدود در برد، اما چون حدود 160 سال گذشته و یه مقداری آره شاید حداقل 10 نسل گذشته باشه، 7 8 نسل گذشته باشه، کار سختیه، اما احتمال زیاده که بشه پیگیر شده در برد. ممنونم گودرچی. قربون شما، ارادت دارم.